نام خدا و با اخذ اجازه از هیئت اداری عرض سلام خدمت همکاران محترم. بحث من هم در مورد قطعیه هست و اینکه ما استیضاح بکنیم وزیرانی که زیر 40% خود همین بودجه کشافی خود مصرف کردن. دلیلش همین هست که باز یک بحران در کابینه ایجاد خواهد شد. اگر ما معیار بالا ببریم 7 وزیر سرپرست هم داریم و یک بحران بیشتر ایجاد میکنه و ما نمیخواهیم که تصمیم بگیریم که خلاف منافع ملی ما باشه. اما یک مسئله دیگه هم مطرح هست. بودجه انکشافی 1388 امسال آمد در اوایل سال بودجه انکشافی رو و قطعیه 1388 ما هر دو رو با هم در 8 عمل 1390 امسال رد کردیم. یعنی در یک سال 1390 دو قطعیه آمده برای ما و هر دو قطعیه رد شده و هیچ تصمیم درستی گرفته نشده. من فکر میکنم باید یک تصمیم بنیادی گرفته بشه. وکیل صاحبای محترم، هیئت محترم اداری، چقدر مطمئن هستین اگر امروز استیضاح بکنیم فردا حکومت به فیصله ما احترام میگذاره و باز یک پارلمان منفعل به ملت معرفی نخواهیم شد، عزت پارلمان چقدر حفظ خواهد شد؟ این مسئله مهم هست. باید تصمیم درست گرفته بشه. همون رقم که ما و یعنی میگم پارلمان ما لیاقت حضور داره، خانه ملت هست. در مسئله دیگه کنفرانس لندن که رئیس جمهور ما دست دراز کردن و خواهش کردن از جامعه بین‌المللی که برای ما کمک بدن و در کنار از او خواهش کردن 50% از این بودجه به از طریق حکومت افغانستان به مصرف برسه. خواهش کردن به جامعه بین‌المللی این را قبول کردن. امروز ما می‌بینیم که همون بودجه‌ای که دست رئیس دولت ما دراز شد و خواهش کردن مصرف نشده. فکر نمی‌کنم جای هیچ بحث دیگری باشه. همون رقم که حاجی صاحب الماس و همکار ما خانم همتی گفتن صندوق بگذاریم و بریم به طرف استیضاح برای وزیرایی که زیر 40% بودجه خود مصرف کردن. تشکر.